سلام بر بچه اسفان شد. بچه ها امروز اومدیم براتون به صورت کاملا اختصاصی وان شات زدن و در این خصوص کلا صحبت کنیم و بهتون آموزشش رو بدم که خودتون بدونید راحت وان شات بزنید. و اینکه بچه هایی که تا آخر ویدیو با ما همراه باشن حتما سنس هم بهشون نشون میدم و در این خصوص بهشون توضیح هم میدم که به مشکل بر نخورن. فقط بچه ها لایک یادتون نره، ساب هم یادتون نره. امیدوارم این ویدیو به دردتون میخوره. بس برو بریم برای ویدیو. رسیدیم به این بخش. میخواستم بهتون آموزش ها رو بدم. این بخش یه دونه SVD برمی داریم دیگه. دیگه زدم برمی داریم. بچه ها همونطور که بهتون قول شده بودم همه اسلحه ها رو به صورت اختصاصی من بهتون توضیحشو میدم. حالا نمیدونم چرا این حالا هیت نمیخوره. پینگم چرا بالاست. بچه ها توی SVD سعی کنید شما بنشینید و هد بزنید، چون من یخت پینگم بالاست. نمیدونم کار کنم چرا الان نمیخوری. خب بچه ها بخیال توی اسلحه SVD بچه ها سعی کنید بنشینید و هر وقت که انمی به شما نزدیک شد و خواست هدتون رو بزنه، وقتی صورتش به سمت شما بود شما فقط کافیه بنشینید و هدش رو بزنید. نمیدونم چرا امروز داره 112 میخوره، هدش نمیخوره. میخواد بری رو هدش اما نمیره. چون من یه هد بزنم خب برش کن آقا، خسته شدیم. بچه ها توی اسلحه دیزد بچه ها تو مچ دیده باشید شما اولین تیر رو توی مثلا دومی سومی که مثلا بزنید یه ذره بالا بکشید شما هدو زدید. ولی ما براتون میخوایم وانی شات زدن رو بهتون یاد بدیم. برای همین یه دقیقه من اس ویدیو بندازم سخت نشه کارمون. وان شات زدن شما میخواستیم یاد بدیم. برای همین بچه ها همه این تکنیک ها بر پایه یه حرکت ها و 2 حرکت انجام میشه. سعی کنید صورت انمی سمت شما باشه و هر وقت که شما یه بنشینید و سعی کنید هیدش رو بزنید، حالا من امروز نمیخوره ولی دید بهتری به محیط دارید و میتونید راحت تر هید بزنید. بچه من یه دقیقه برم اون ولی یه هید بزنم. ببخشید. خب بچه وقت شما رو گرفتن، ببخشید. خب بر پایه 2 حرکت انجام میشه. یکی اینکه صورت انمی سمت شما باشه که شما بتونید راحت تر هدش رو بزنید، سمت شما باشه و اینکه بنشینید، دید بهتری به منطقه دارید، راحت تر میشه هدش رو زد. خب بچه ها امیدوارم یه دقیقه
من یه دقیقه یه اسویدی هم بردارم بهتون یه توضیح اسویدی هم بدم. خب بچه ها میخوام فرق اسلحه اسویدیو با یه اسلحه‌ای که آقا اکثرتون برمیدارید و هد میزنید. بچه ها این اسلحه هم دمیج کمتری داره، همین که برای هد یکم اسکوپش یکم زیادی سفته. یعنی شما برای اینکه بالا بکشی یکم باید زیادی دستتو بالا بکشی و یکم اذیت میشی. پایین هم بشینی شاید مثلا یکم دمیجش بیشتر باشه، ولی اسلحه‌ای که اسکوپش زیادی سفته، یعنی زیاد نمیتونی حرکتش بدی توی مثلا هد زدن. ولی وودپکر اینجوری نیست. وودپکر یه اسلحه‌ای که راحت خیلی بس من برم اون بر شانس هم بگیم بیشتر. این بر نمیدونم چرا اصلا این اتفاق نمیفته. خب بچه ها خسته شدن انقدر نمیخوره. خب بچه ها نگاه کنید، وودپکر هم بر همون پایه و اساسه، همشون یعنی برای پایه همون اساسه. ولی شاتگانا یه فرق اساسی دارن با این گانای مثل وودپکر و اسفیدی. اونا باید نزدیک باشی دیگه، یکم سخت داره ولی دمیج بیشتر و راحت تر انمیو میندازه. بعد بچه ها اسویدیو بهتون توضیح دادم، وودپکر هم بهتون توضیح دادم، دیزد هم بهتون توضیح دادم. این سه تا اسلحه بچه ها سعی کنید این سه تا اسلحه رو بردارید. این سه تا اسلحه خیلی بهتر میتونن بهتون جوابی که میخواید و بهتون بدن. بچه ها بریم برای سنس رو میخواستم بهتون آخر ویدیو بهتون نشون بدم که و توضیحاتش رو تازه میخواستم اونجا بهتون بدم. پس بریم برای سنس که توضیحاتش هم کامل بهتون بدم و این ویدیو رو تمام کنیم. بچه بریم برای تمام کردن. بچه ها خوش اومدید به این بخش. بچه ها سنس من دیدید لطفا ویدیو رو نبندید نرید، توضیحاتش تازه میخوام بدم. بچه ها تو این بخش سنس من دارید میبینید. بچه ها سعی کنید اولیه رو همون 55 یا همون 83 اینا، من این دوتا رو هی تغییر میدم بین اسلحه های مختلف. 55 تا همون حدودا نگه دارید تا بتونه هد بالاتری اون اسکوپ شما یخته یه ذره اون نرمی سر اسلحه شما راحت تر به هد چیز میخوره، انمی میخوره. رده تو رو هم 15 اینا بذارید، اصلا دستی هم بهش نزنید که اصلا جابجاش هم نکنید. تو اسکوپ رو همون 88 که همون بهتون گفتم 55 و 88 داده، نمیدونم یادم نمیاد درست، رو همون 88 و 55 این دوتا رو با هم دیگه نگه دارید. هر وقت هم خواستید عوضش کنید بهتر جواب میده. فورسکوپو سعی کنید رو همون 55 اینو بذارید که اصلا دستی هم بهش نزنید. اسنایپر چون باید سریع ریلود کنه و سریع اسنایپ بزنید شما، رو همون 39 اینا بذارید. کمتر هم شد کمتر بذارید، همون 29 39 اینا. نمیدونم الان چرا باگ خورد. یه بار دیگه الان استارت میکنیم، ببخشید بچه. خب رو همون 39 اینا بذارید اسنایپر اسکوپو. فریلاک اصلا نقشی در هدشات زدن شما نداره. یه نقش کوچیکی داره ولی زیاد نقشی نداره. شما رو همون 68 اینا بذارید که زیاد چون کاری نمیکنه باشه، خیلی بهتره.
شما سعی کنید بنشینید و ایده که خواستید رو بزنید. بچه امیدوارم این ویدیو به کارتون اومده باشه و اگه هم که دوست داشتید این ویدیو لایکش کنید و چنل ما رو هم حتما ساب داشته باشید که ویدیوهای بیشتری در این خصوص میخوام بذارم در آینده. بچه کامنت انگلیسی هم لطفا بذارید و نظراتتون رو درباره این ویدیو بگید به من. اگرم نظری، انتقادی، چیزی بود تو کامنت ها برام بنویسید که من حتما همه کامنت ها رو من میخونم. بچه مرسی که با ما بودید، ممنون میشم. این چی بود؟ باگ بچه ها، یه باگه. خب ممنونم که تا اینجا با ما بودید. بعد نگه دارم ظاهر رو با این کرد شبش بریزم زیر پتون پلکام سنگین ریه هم سیاه فکرام مغزم و میگاد بعضی وقتا که دلم میگیره مثل الان میام روی ملودی گیتار کلم خالیه ولی همش بالام دیگه حسی ندارم حتی به کارام تو این شهر انگاری غریبم فقط آرومم سر خاک مامان میشینم مست توی ماشین نمیترسم از نور آژیر میشه رد تماسم زنگام گوشیم برعکس خودم فول باتریش میشم هر سال بیشتر دبتر یه روز این ارسالشو میده سکتم چیزایی که تو پارسال میداد بهم حال الان دیگه نداره برام لذت شهر میده وای به بعد میزنم به خودم جلو آینه چک میرم تنهای بطری و بالا جای رب میشه آیده پخش واسه من این صحنه غروره خوش اومدید به این جشن شکوه به سلامتی پاکیه دوتا پیک بزنیم قبل شروع